روز 14 دکبر وضع هوا در تاجیکستان یک بار نوستوار گردید و به جمهوری هوایی نمناک و سرد وارد شد. همین گونه حرارت هوا در کشور پایان فرآمد و برف بارید. طبق اطلاع متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور، نوستواری وضع هوا در تاجیکستان تا 15 دکبر ادامه کرده، بعداً بارشات قطع می‌گردد. در ولایت ختلون روز 15 دکبر هوای تغییریابنده در بعض ناحیه‌ها بردنی بارشات سوز باقی می‌ماند و حرارت هوا در این دوره در وادی‌ها هوا شبانه تا 1.6 درجه خنک، روزانه باشد 2.7 درجه گرم می شود. در قطارکوه ولایت ختلون هوا شبانه تا 2.7 درجه خنک، روزانه باشد از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم. در ولایت سوخ روز 14 دکبر در وادی‌ها باران بدن به برف بدل می گردد. در منطقه‌های کوهی باشد بردنی برف. روز 15 دکبر تنها شبانه در بعضی منطقه‌های کوهی بردنی برف سوز باقی می ماند. روزانه الکی بردنی بارشات‌ها قطع می گردد. با سبب صاف شدن هوا شبانه حرارت هوا پست می گردد. در وادی‌های ولایت سوخ هوا شبانه 1.6 درجه خنک، روزانه باشد تا 1.6 درجه گرمی در نظر است. بعداً روزهای 17 و 18 دکبر باز حرارت هوا کمی گرم می شود. حرارت روزانه در ولایت سوخ تا 6-11 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز 15 دکبر بردنی بارشات‌های سوز باقی میماند، یعنی که در غرب ولایت مختار کوهستانی بدخشان حرارت هوا شبانه 2.7 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 8-13 درجه خنک می شود. روزانه باشد 0.5 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 0.5 درجه گرمی در نظر است. در شرق همین ولایت هوا شبانه 17-22 درجه خنک، در بعضی ناحیه‌ها تا 25 درجه خنک می شود. روزانه باشد 6-11 درجه خنکی در نظر است، در بعضی ناحیه‌ها تا 10-15 درجه خنک می شود. همچنین در ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه نیز 15 دکبر هوا تغییریابنده پیشگویی می شود. با اطلاع متخصصان وضع هوا در مملکت روزهای 17 و 18 دکبر دوباره بهتر شده، حرارت هوا بالا خواهد رفت. با گفته آنها بارشات در منطقه‌های کوهی مملکت با پس‌شوی حرارت و فرآمدن تمن سبب می گردد. از این رو از ساکنان کشور خصوصا رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که هنگام سفر احتیاطکار باشند.